معمولا هم دیدید دیگه توی سازمان گلوری یا سازمان‌هایی که کیک بوکس برگزار می‌کنن اکثرا کیک بوکسینگ رو کسی غیر از این حالت وای نمیسه، چون شما با دست بوکسور طرفی و پای کیک بوکسینگ یا مویتای یا کیوکوشین، پای کیک بوکس از کیوکوشین این حالت مثل مویتای نیستیم، چون ترکیب سه تا رشته است: کیک بوکس، مویتای و کیوکوشین. دستشون هم مثل بوکس میزنن، پس گارد دست بالا رو مثل بوکس میگیرن این حالت ها. ولی این حرکت رو زیاد انجام نمیدم غیر قمیشی که توی بوکس هست، چون قراره مثلا وقتی راست میزنن اینجوری رد میکنن بعد پشتش میان. توی کیک بوکس این رو رد کنی اینجوری رو کیک داری میدن داری پای کیک هم صورتت داری. پس این حالته، این حالت هم میبینیم، این حالت هم این حالت هم توی مویتای میاد این حالت میشه، چون قراره البو بخوره یا پا دارن میزنن کلیچ کنه پا شد آماده میکنه خودشو برای ضربه‌ای که قراره بزنه و دریافت کنه. بالا رو خیلی داره، چون پای بالا هم زیاد میزنن، چون زیرگیری ندارن. میاد توی MMA دیگه نه این حالته که خود خطر میشه، این حالت وای میسی. این حالت نسبتا خوبه گارد کیک بوکس برای MMA. این حالت میاد برای MMA که معمولا هم مشت نمیکنن یا اینجوری باشدن دست عقب مشته. این حالت وایسادن چون ممکنه که حریف بیاد زیر بگیره، چون ممکنه که حریف بیاد زیر بگیره. این حالت وای میسن که اگه خواست زیر بگیره خیمه بزنه روش، یعنی آمادگیشو داشته باشه برای حرکت بعدش، یا بخواد روش بدل بزنه. پس شد گارد مویتای، این گارد مویتای، این گارد مویتای، گارد کیک بوکس، گارد بوکس، گارد MMA. بعد غیر و قمیش هم نسبت به بقیه‌شون خیلی کمتره، چون همش میخوان حرکت فیک بزنن، هم میخوان غافلگیر نشن، هم میخوان غافلگیر کنن حریفو، به این حساب که اینجوری وای میشن. ولی معمولا خونسرد باشید تو هر رشته بهترش، بیشتر برد میکنی تا اینکه بخوای چیز کنی، چون وقتی داری این کارو میکنی نکن. یک دو دفعه سوم خود حریف ببینی هنوز نگفتم داشت انجام میده، تو ذهنش هست دیگه. حریفت هم یه فایتره، یه ذره اذیتش کنی دست خودشون نیست، معمولا دست چپشون هر تا شده یه دونه الکی میزنه و این ضربه الکی معمولا میخوره اینجا و فایترهای گرم گنده‌ای دارید توی دنیا، همه شما این ضربه الکی افتاده تاچ بوده و می‌خواسته چششو ببنده بعدش بره این ور بیاد پیک بزنه افتاد یا عصب از دست دیگه 20% ضربه آدمو میندازه. سوال تمام.